شما این کلیپ کوتاه رو نگاه کنین. از گل صبح آمدیم تا یک دانه پولانی سودا نکردی. وای چند تا پولانی داری؟ دیگه آدم خب گریه باز نمیکنه. کاکا غریبی مادر و پدرم دیوانه کرد. بله کلیپ را که دیدین متعلق با سلیمان عزیز است. عزیزی که کار شاخه میکرد، بولانی فروشی میکرد در جاده ها و مشکلات زیاد داشت. الحمدلله با کمک شما دوستان عزیز سلیمان جان حالا به مکتب میره، درس خودم میخوانه و قرار بود که اینجا یک اتاقک به خاطر از که مستقل از خودش باشه و بتونه درس‌های خود دنبال کنه و آرزوهای خود در این اتاق انشالله بسازه. قرار است که ما این اتاقک میخواستیم برش آماده کنیم. عزیزایی که قسمت از کمک ها را کرده بودن، فقط ما البته مشکلات اولیه خانواده را در ابتدا حل کردیم و مبلغ 50,001 و فکر میکنم 5 یا 10,000 دیگه به فامیل تسلیم کردیم. فعلا کار اتاقش به این اندازه شده، سنگکاری شده است و یک اندازه خشت بالا کرده شده است. ما نیاز به این داریم که این اتاق کامل بسازیم. از شما حتما انشالله در این امر خیر سهم بگیرین. بیادر سلیمان عزیز است. انشالله خودتان با در اتاق می باشی؟ ولی و ما انشالله کوشش میکنیم که این اتاق برش آماده کنیم، بالغ بر قسمی که برآورد شده است با کلکین و وسایل که خریداری میشه تا تخت و فرش و موارد دیگه که بتونه راحت باشه. 1 لک افغانی حداقل اینجا مصرف میشه. بنابراین از شما دوستا تقاضا میکنیم در این امر خیر حتما سهم بگیرین. لینک ها مشاهده میکنین، شماره تماس هست و بخیر پیش بریم. سلیمان جان چند بجه می از مکتب؟ 2 بجه می. بله سلیمان عزیز با مکتب رفته است دیگه. حتما ما منتظر شما هستیم بتونیم در ظرف 1 هفته یا 2 هفته قبل از رسیدن زمستان به طور کامل اتاق سلیمان عزیز انشالله ما کامل بسازیم. و السلام علیکم.